سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته امید ساتم چې ښه به وئ روغ جوړه خوشحال به وئ ګرانو کتونکو څنګه چې ګورئ مونږ یو داسې ځای خو ګورئ چې لږ چینج دی که نه مونږ راغلی یو مري ته روان یو نو په لاره کې زما د لوپټې یا شالونو ته خیال شو چې مونږ وغوښتله چې ښکته شو هغه خپل افغاني کلتور دود د پښتنو هغه کلچر تازه کو او څنګه را سره نازولې ګرانه صدف جانه هم ده چې خواږه همکاره دوست ملګرې خور سلامونه جوړ په خیر علیکم السلام. زه هم په خپل وار سلامونه مې وایم ټولو ګرانو هیوادوالو ته او هیله مند یم چې روغتیا اوسئ. ګرانو ښه راغلاست په زموږ پروګرام کې او هیله مند یم چې په پای برنامه ما سره یو ځای است. مونږ سره یو ځای شي. صدف چی حال داری؟ ساعتت خوب است؟ جان جور است؟ تشکر جان، زنده باشی. وقت امروز بخی خوب هستم دیگه. دلیلش چیست؟ همراه خودت هستم و چکر داریم، البته همراه دوستای دیگه ما همچنان بخیر میریم طرف مری و چون زمستان آمد قریب است که خلاص شود دیگه برف ما خود تابال فکر کنم ندیده بودیم. حالا میریم بخیر. و تا که از افغانستان آمدیم تقریبا یک 5 سال میشه، اما کم میشه نه کامرامین عزیز؟ یک 5 سال 6 سال میشه که اصلا ما برف بچشم ندیدیم. بخیر شما هم سیاه شده عزیز که ما ندیدیم و ما بسیار برف دوست هم دارم. همیشه که در کابل برفباری میشد دیگه ما گوشکی در گوشای می بود موزه با من تو خود تیار میکنم دیگه این سرکا قدم میزدم. با یاد امون روزا خواستیم که بریم طرف مری ببینیم که برف است یا نه. بله و از انشالله خیلی زیاد یعنی چشم ما را گرفت. همیشه کامل که باید موتر ستا چک ما از اینا یک بار ببینیم که چه قسم است، چون همگی میپوشه در این وقتا دیگه. غزل جان خوش کرد دیگه این انشالله ما خوش کردم. دوستانو تاسو هم نظر ما ته راکړئ چې دا شال ما سره خوند کوي او که نه نو لږ بیماره هم ما دواګانې راته کوئ کنول زیمی ښکاری مریض هم بودم دیگه. چی میگه؟ میگه یک چیزی هست نمیفهم امو انسان باید امو شوقی که علاقه که داره هیچ وقت را باید خراب نکنه که در هر وضعیت حالت باشه و ما اینم تو بخی بریم آماده باشه. اما تو صدفه گفتم بخی که میریم گفت صحیح است. بله و دوستان عزیز انشالله تا آخرین دقایق برنامه ما با هم دیگه البته هستیم و میخوایم که شما هم با ما باشین. جای نروین مقصد. غزل جان آمدیم بخیر چون همگی آمده بودن طرف مری چون برف ببینن. در اسلام آباد قدر برف نیست دیگه. ما هم آمدیم که وقت نیست. ما آمدیم که برف ببینیم دیگه. یاد وطن ما بخیر ولی آمدیم به یاد شیجه و وقت تا به حال خیلی خوش گذشت. امیدوارم که زیابات هم خوب بگذره و شما از هم تا آخرین دقایق برنامه ما را بینیده باشید. بله. چی میکنی اینجا دیگه؟ شال میگیری یا نه؟ دوستان قسم از این طرف ما مسیر ما بود ولی چادرها را دیدم که خیلی دمی وقتا امی دختر خانما با چی میگن با استعداد و یا بگیم خوش سلیقه خیلی از اینا استفاده میکنن. من گفتم باش که اگه چادر از اینا من بگیرم ان شاء الله دیگه برنامه به درد میخوره. خودم خوش کردی هنوز دیگه طرف خوش کردین. دوستا ببین چقدر چادرای ما. بیاین دوستای عزیز ګرانو کتونکو تاسو موږ سره پاتې شئ ګورو. ښه کامرمن صاحب مخې ته لاړ شه که نه دا زموږ مبارک څېره آیا کتونکو ته وښایه زه خیر دی. نو کتونکو ګورو چې صدف جانه څنګه صادرې خوښ کړی. خب صدف جان کدام شاله خوش کردیم؟ خب ما اینجا همراه یک عزیز ما که اینجا بود برام نظریه داد دیگه. تمام شالا را سر تا آخر دیدیم ولی یک دانه را در بینش خوش کرد دیگه که هم این. خب بگی تو یک دفعه پایینش کش کردم اونجا کشش کن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خب بگی سر خوبش میگه کلا خیلی بگی به من سر ما این طرف ماشاءالله آوردیم ما دسمال آوردیم دسمال صدف جانه. یعنی وقتی که ایره مای قسم بندازیم چه قسم اجاب شوم را چون بسیار زود این دیگه فکر کنم تا بود کلیت نقدر خاط ګرانو دوستانو نو مری نه پوهېږم پارک دی حتما ما ته نوم نه راځي او زړه زور مې نشته چې زه پوښتنه وکړم. نو شهر بازی به زبان ما تو میگن شهر بازی پارک شهر بازی ها یادش بخیر. وقتی که در کابل پارک شهر باز بود یادم میاد که هر جمعه ما دوستا فامیل همگی ما میرفتیم و دیگه یعنی اینا را که میبینیم مسائلی هست به نظر من خیلی آسان میاد چون من میشه دمو چی میگه مثل کشتی و این بعضی ها دمو وسایل های میشیشتم که خطرناک بود دیگه. اینا کلش به نظر عادی میرسه
دوستای عزیز ما یک کمک کم دل میگه یا کم جرات میگه، از این چیزا میترسم. خب ما یک کمک بجرات میگه، کم جرات میگه. کم دل هستم. بله کم دل هستم. یکی از بالا پایین سعی کردن نمیتونم، یک تو زیاد باشه نمیتونم، طرف سعی کردم نزدیک شم رفتن نمیتونم. یعنی بازی میاد نداری؟ نه ما بسیار زیاد میترسم و تصمیم دارم که اونو بالا بگیرین بشینیم. والله قدری به نظر من چیز ساده است که دلم نمیشه طرفش دور بخورم خوراک، اون طرف کشتی است اگه دلم شد دو شاید بشینم نگمی بیخی میره ببین چی فایده. تصویر خوب میته به دوستا ما. خب خیره بازم یک دفعه امتحان میکنیم اگه کدام چیزی شد. دوم به ترجیح خدا گرم چند کمربند امنیتی نداره قدر. من نمیخوایم که زود بمارم دوستای از کل زندگی مانده اونجا، بچه و نواسه منتظرم است. خب خیره دوست ساعتی خود بگم. به نظر صدف جان بیا یک سوال از پیش بپرسم. در افغانستان که بودی وقتی پارک شهر میرفتی اونجا برات خوشایند بود یا نه اینجا که در پاکستان آمدی این برات خوشایند است؟ نه طبعا که وطن خودم وقت روزای خوشایند بود که یعنی فکر نکنم مثل زور در هر قسم پارک که در پاکستان باشه بر من تکرار شود. حقیقتا دیگه وقتی که پاکستان آمدم روزای اول احساس میکنم دیگه جای هستم، اما حالا بخی احساس میکنم که این خاک افغانستان خاک پاکستان یکی است. بله یعنی احساس میکنم که فقط خانه از پدرمشون جدا شده که جمشید جان یک جای هستم خلاص دیگه احساس نمیکنم پاکستان باشم. من دوستای عزیز دیگه صدف جان خود در اسلام آباد زندگی میکنه، خیر بازم یک کمک پاکستان معلوم میکنه و اگر پیشاور بیای خب هیچ احساس نمیکنی که تو در پاکستان هستی. یعنی پشتونستان میگن مثلا بیخی، اما تو فکر میکنی در افغانستان هستی. مثلا جلال آباد و لغمان بیخی هم یک چیزی است. ما یک بار آمدیم دیگه دو که خدا متربی به شما نزدیک شوی خوش است یعنی؟ چرا نه؟ صدف جان قد دوستم دار دوستای مرا میگه به خاطر تو میایم پیشاور دیگه ببینیم خدا دیگه چی میگه، اما تو دوستی ما رو محکمتر و قایمتر داشته باشه. جنگو میکنی یگان دفعه؟ نه والا چون زور من نداری دلم میسوزه. زور تو ندارم یا تو زور من نداری؟ نه تو زور من نداری. دوستای صدف جان یک استوری مانده بودم دیگه، اما تو بین دوستانه بود دیگه. ما یک چیزی نوشته کرده بودم که میخوایم از این بعد بسیار مغرور شوم. مگم صدف جان تو چی گفته بودی؟ گفته بودم حالا کم مغرور هستی که دیگه مغرور میخوای شوی؟ میگه از بینی بالا که تو که از گپ زدن نمیتونه باش دوست است که می چادر ما جور کنم بسیار میلخچه میال از بینی بالا به تو که تو گپ زدن نمیشه تو ازیم که میخوای مغرور شوی. به خاطر که من کم که نازدانه هستم باید ناز بدین مرا. چشم. خب دوستای عزیز دیگه صدف جان نمیفهم گرچه مرا خوب سه مشناسه بر رسمیت بازم میگه پس دیگه شما با این که من مغرور هستم یا نه جای نروین با ما باشین. خب هموطنای عزیز گل و نازنینم قسمی که میبینین دیگه اینا دمو چیزی که ما استرس داشتم میترسیدم بالاخره دل کردم آمدم بالا. چی ساز داری؟ با ندم صدفی چی ساز داری فعلا؟ دیگه پایین عکس میگیرم. ما برنامه ما سامو مشهور شده. نه و پیسش از تو میگیره خواره کامت برات نمیگیره. خا صدف قصه کن چی ساز داری؟ گفت عکس دادن بگیره من گفتم من از کلا گیرم قسم میگیره. حال که گرفتی میگه 200 روپیه 200 روپیه. من نمیگفتم بیجا برنامه گفتم که ما مشهور شدیم خبر نه که با پیسه عکس میگرفته. نه با پیسه میگرفته. اینجا مردم پاکستان است خب پنجابیش است، مردم پنجابی ها زیاد است. و یک گپ دیگه دوست عزیز ما که بالا میشیدم وقتی ناخونم دور خورد بسیار دیگه دردم داره. بله خب چه احساس داری همین لحظه؟ احساس خوب دارم مالا زور سختی در بگم بخش است، اما اگر فعلا یک برتک بارانک میبود چقدر لذت بسیار میشه دیگه همون تاشخانه میشه بارانیش دیگه ما شما نامده بودیم. بله خیر دوست عزیز ما کاملا رو طرف دار میتونیم ببینین هینا دیگه ببینه اینی هم پایه ما خیلی لذت خاص دارم دیگه. دوستان ایسانی آرام بخش شما رو فقط میخوایم که بیننده باشیم حتما براتون میگیم.
خب هموطنان گلنازینی هم دیگه یا اموت یک شیپه دارم خودت بند است مثل چی میگه؟ او باز بود بله. دولی رو میشناسی صدف؟ بله. مثل امو دولی دیگه ما دولی میگم این دولی میگه. خب دولی دم میخورد چی میگن؟ بکسه میگن برازی بکسه نمیگن این رو خانه میفهم پایینی همون شکل داره. سابقه مادرای ما را در دولی آورده بود از خانه پدر به خانه خسرانشان دمون میشم با شال یا سرش مونده مونمو تکیس دارم هنه تو خودت خود از ارتفاع میترسیدی حالا میتونی پایین یک بار ببینی پشت سر داده قرار نه حالی عادی شد اما چیز بار اول سخت میباشه باز بعدن دیگه اما چیز نه تو امرای مرس تو را گم کنم چون من خوش دارم امرای من باید تو باشی این بارم تو جوار نشان میده که موبایل کاملش از من میمان یک چیز شایمان نگایی دوستای دیگه که خطرناک است ما پایان قضیات سعی نمیکنم میبینید که من طرف شما هستم که من تا صدف هم سعی نمیکنم به خاطر که طرفم اعلانات است. خب دیگه یک چند نفر که میجاست بسیار زیاد شوخ است. من دیگه ترس زیاد اونجا انا لله و انا الیه راجعون. دیدین دوستای عزیز که چه وضعیت چیار بود بسیار یک منظره مقبول و زیبا صدف چی میکنید؟ من میخوایم ویدیو بگیرم نیمون یک دقیقه مگه بزنم هر دقیقه دوستایی میکنم که من قدر فعال شدم هم خدا بله نگه چون یک نفر که با کار چی میگه با مسلک خوششان داشته باشه باید فعالیت داشته باشه ولی اگه از بابیتون باشه بنابرای است تارسی نه میگه که جرنده که پلاد هم بوارده کنه و داری شکل ما پاشتی شکل خوبی فرماسه دارم خاگرانو کتونکو دوستانو دا هم زمونگا واپسی ازانونه هم دی او جل جلاله هم دا گوری سمرو مزه کئی سمرو خوری سوینه دی کنم چې اوس لاندې پرې نه اوسم موبایل رانه نه ورځېږي بیا وسه کو خپرونې سره به خپرونه شم دوستانو ای کافرانو ای مسلمانانو سره مرسته کوي څه کوو مرسته کوي مرسته کوو څه مرسته وکړو در سره کوئی نہیں کوئی بات نیه واقعا دوستان در فعلا در پاکستان با ما گپ زدن بسیار سخت شده بخاطر کم یگان لغت‌های اردو را یاد گرفتیم من پشتو یاد داشتم این میکس میشه تا انگلیسی هم در بنش میته خیر افغانا میفهم هر زبان زود یاد میگیرن استعداد دارن ایره ان شاء الله بخیر مثل خودت داریم میخوایم پشتو را یاد بگیریم پشتو را یاد بگیری من که گرچی از طرف مادر پشتو زبان هستم بازم یک کمک کمی کاسیشه دارم جل جلاله آذان و دیدن منظره ما ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ولیدله دا هم د مری برف زیاده ہے اوکے بھائی ٹھیک ہے نو کتونکو دا و د مری چکر چې ما او صدف جانه واقعا چې مونږ ته ډیره خوشاینده وه نو ما خو نتی خوان واغستله صدف چطور لذت بخش بود واقعیت خیلی عالی بود ما فکر نمیکردم اینه که اگر دیگه ما از او بخصوصا طبقه اولش اگر تا طبقه دوم بریم قدر مقبولتر و لذت بخشتر باشه وقت حال که جا آمدیم دل ما نمیشه پس ما پایین بریم یا طرف خانه بریم دیگه خیلی خوب بود وقت تشکری میکنم از اینکه مرا خودت اینوایت کردی وقت خوش گذشت ازم دیگه امیدوار هستم که بخیر پیش خودت نزدیک شم قربان زنده باش صدف جان سلامت باشی واقعا دیگه می چکرم که بری یا امرای فامیل باشه یا امرای کسی باشه که تو را دوست داریم و میفهمین دیگه که ما صدف جان یکی دیگه ما دوست داریم و امروز خوش هستم که در برنامه هم کتمه بود و در چکرم امرای ما بود و این بود برنامه امروزی از مری که تقدیم شما خوبان کردم امیدوار هستم که لذت برده باشین ګرانو کتونکو دا د نن ورځې خپرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړله امید لرم چې دا مو ډېر خوښ شوی وي چینل خامخا ځان سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ او خپل نظریات موږ سره شریک کړئ ښه وختونه او ښې چارې الله حافظ بای الله حافظ